سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروزم یه شنبه برفیه داره برف میاد بیرون. منم امروز خونه تنها بودم، میخواستم آماده شم برم برای خودم حالا یه قدمی بزنم بیرون و همینجوری فقط محض اینکه برم بیرون تو هوای سرده، ولی خب دوست دارم قشنگ آماده شم دیگه. بریم که شروع کنیم. من همیشه اول از سعی میکنم که قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنم اول یه ذره پوستم رو آبرسانی کنم و یکم مرطوب کنم، به خصوص چون الان زمستونه خیلی الان کلا پوست منم خشک میشه و اینا، برای همین اول از این مرحله باید شروع کنیم. یه ذره باید تو آینه نگاه کنم، یه دونه پالت سایه‌ای که دارم رو برمی‌دارم و توی آینه از اون استفاده میکنم. اول از همه همیشه لبام چون خیلی خشکه خوبه که اول از همه مرطوب کننده بزنین که تو مراحل این که حالا دارین میکاپ میکنین دیگه لبتون تا آخرش که میخواین روج بزنین مرطوب شده باشه حسابی. موهامم ببخشین یکم چیز کردم، اصطلاحا ریفرش کردم فرامو، الان یکم باید روغن و اینا بخوره، حالا دیگه آخرش اون کارم میکنیم. من نظر وزوزی به نظر میاد. مرطوب کننده لب اوریاژه که جدیدن گرفتمش. من از خیلی از مرطوب کننده ها استفاده کردم، ترجیحاً از برندای داروخونه‌ای میگیرم. کلا فکر میکنم که کلا سالم ترن و اینکه هر چقدرم کمتر مثلا عطر داشته باشن و طعم داشته باشن و اینا، حداقل من بیشتر خوشم میاد. بعدش مرحله بعدی، امروز چون کلا یه ذره پوستم خشکه و اینا، بعضی وقتا اکثر حالا قبل از آرایشا صبح یه سرومی سعی میکنم بزنم. این سرومی که خریدم اخیرا خریدم یه برندی ایوالو اسمش، ارگانیکه و خیلی ازش راضی بودم. توش هم هیالورونیک اسید داره و حالا یه ذره ازش میزنم به پوستم ببینم که یکم خیلی کلا خوب میشه. اینجور سروما رو همیشه باید قبل از حالا مرطوب کننده اینا بزنین دیگه. این باید اولین مرحله باشه دیگه، حالا چیزی که من حداقل انجام میدم قبل اینکه دوباره هر کاری بکنم. دور چشام خیلی همیشه خشک میشه. مرطوب کننده خوب و سبکیه برای دور چشم، این برند بیوما اسمش. اینم یه کوچولو میزنم، همیشه اینقدر مثلا من میزنم، بعدش اینجوری میکنم. کلا کرمای دور چشم حالا میگفتن همیشه که اینجوری بزنید دور چشمتون، تپ 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 اصطلاحاً، که خیلی اینجوری نمالید و این میمونه. لازم نیست خیلی هم الان توی این مرحله جذب بشه، چون دیگه حالا این میمونه دیگه تا ما برسیم به مرحله اینکه به این ناحیه ها کار داشته باشیم و اینا. ترجیحم اینه که آبرسان اویل فری بزنم. اینم یه برندیه که ژاپنیه و از این استفاده میکنم. یه تکسچر خیلی ژل طور داره و اینا، ولی خب کلا هر آبرسانی که به پوستتون میسازه دیگه احتمالاً دیگه حالا یا آبرسان مورد علاقه‌ای داشته باشین، اینا دیگه میمونه رو پوستمون تا دیگه حالا کاراشو بکنه دیگه. خب من قبل از اینکه وارد هر مرحله مثلا کرم پودر و کلا چیزای آرایشی بشم، همیشه سعی میکنم از ابروهام شروع کنم. ابروهام من هیچ کار خاصی نمیکنم حقیقتا، ابروهامو همینجوریش دوست دارم. فقط یه دونه ژل ابرو میزنم. وقتی که ژل ابرو رو میزنی روی ابرویی که ممکنه یه سری مواد آرایشی روش باشه، قشنگ اینجوری سفید میشه، بعد فکر میکنی که مثلا ژل ابروت کار نمیکنه درست. ژل ابرویی هم که الان استفاده میکنم این ژل ابروی اسنسه، ژل ابروی اسنس برو لیفتینگ جل ست اسمش. چیز خوبیه. میام ابروهامو شونه میکنم. من هیچ کار خاصه اونجوری هم نمیکنم بخوام بدم بالا و اینا، فقط اینا رو سعی میکنم که یه ذره تو جای خودشون مرتب کنم و این بمونه اینجا دیگه. بالاهاشم من اینجوری یه ذره اینجوری صاف میکنم، اصلا نمیدم بالا و اینا، همینجوری. و
ولی واقعا روی چهره حداقل آدم خودش متوجه میشه که روی چهرهش تاثیر میذاره. چون که مثلا من خودم پلکام چیزه، هم بگیداریم میبینین اصطلاحاً هودد آیز دارم، یه جورایی پلک اینجوری که پلکت حالت بستست دارم، یعنی وقتی مثلا چشمو باز میکنم پلکم خیلی معلوم نمیشه، ولی این ابرو رو وقتی میدی بالا این خودش یه ذره باعث میشه که اون ناحیه یکم بازتر بشه، کلا چهرهتون بازتر بشه. به نظرم برای همین خوبه، چیز خوبیه. خلاص اصولا وقتی که از سایه هایی میخوام استفاده کنم که خیلی قرار نیست بریزه، حالا خودم دیگه اینو یه پیش بینی میکنم دیگه. وقتی حالا میکاپ تقریبا معمولی، نمیتونم بگم اصلا خیلی هم حالا نرماله، فقط برای بیرون رفتن معمولیه، ولی وقتی اوکیه دیگه از همین کرم پودر و اینا مراحل معمولی رو شروع میکنم، از چش شروع نمیکنم. خب بس میریم تو کار کرم پودر. کرم پودری که استفاده میکنم شیسیدوه. این کرم پودر خیلی ازش راضیم، حس میکنم که اصلا یه چیز خیلی سبک و ولی در عین حال مثلا پوشش خوبی هم داره، هرچند که من الان میبینین خیلی کم استفاده میکنم برای کرم پودر زدن. من همیشه از براش استفاده میکنم، از این براش میخوام استفاده کنم که ریل تکنیکسه. این براشا رو من یه ستشو چند سال پیش خریدم، دارمشون و خیلی خوبن، میبینین یه چیز منسجمیه. بعد کاری هم که میکنم میریزم کف دستم یه کوچولو، مثلا من ببین الان اینقدر میریزم کف دستم. این لومی گلوشن لورال رو دارم. این چی اسمش الان میگم بهتون، نچرال گلو اینهانسر، یعنی یک گلوی میده به پوست، اصلا خیلی کاورجی نداره ولی خب من از این خوشم میاد. یه کوچولو از اینم میریزم توش، من قاطی میکنم. براش رو اینجوری میزنم کف دستم که یه جورایی اون کرم پودره بره به خورد موهای براش اصطلاحاً. خب حالا شروع میکنم. من چون میدونم که میخوام اینجاهامو کانسیلر بزنم مرحله بعد، برای همین من از این قسمت ها مثلا از جاهایی که بیشتر پوستم چیزه میزنم شروع میکنم. پوستم مثلا یه قرمزی داره و نمیدونم یکم بیشتر دوست دارم که حالا کاور بشه، از اون قسمت ها استفاده میکنم، شروع میکنم. خب میخواستم اینو بگم که حواستون باشه که اینجاتونم بزنین یهو خیلی دیگه دورنگ نشه. خب این از کرم پودر. حالا مرحله بعدی که من همیشه انجام میدم یه کانتور خیلی ریزی میکنم. کانتوری هم که دارم، من فقط کانتور کرمی دارم که این کانتور استیکیه که از سفورا خریدم، خیلی ازش راضی بودم، رنگش هم خیلی دوست داشتم. ببینین کانتور یه ذره رنگ سرد باید داشته باشه دیگه، مثلا اینجوری خیلی گرم نیست، ولی از طرفی هم من چون پوستم یکم گرما داره برای همین نمیتونستم خیلی هم مثلا برم سراغ چیزایی که دیگه خیلی سرده. برای همین این به نظرم یه بالانس خوبی برای پوست من داشت. من جاهایی که میزنم ببین حواستون باشه خیلی نباید اینو پایین بیاین، کوچولو اینجا میزنم، یکم اینجاها رو یه کوچولو، اینجا رو یکم، و من با همین سر این خیلی آروم کوچولو با همین براشی که باش کرم پودر زدم شروع میکنم بلند کردن. قشنگی رو باید بلند کنیم، ولی همیشه حواستون باشه که کانتور کرمی رو که میزنین دیگه خیلی نباید پخش و پلا بلند کنین، باید همون جایی که در واقع اپلایش کردین بلندش کنین. این برم دوباره اینو به سمت بالا تو جای خودش و به سمت بالا بلند میکنم. اینم دوباره تو جای خودش رو به سمت بالا بلند میکنیم. خب بینیمونم ترجیحاً بهتره که برای اینکه کنترل دست بهتر باشه یه براش کوچیک‌تر بردارین. اینم همین ریل تکنیکه. دوباره این براشش هم خیلی براش خوبه به درد بخوری، مثلا برای کانسیلر نمیدونم همین
پودر و اینا زدن، چیزای کرمی زدن، چیز خوبی. خیلی ملیح. خیلی کلن حالا نمیخوایم کانتور اونجوری هم بکنیم و اینا. خب بعدش میریم سراغ رژگونه مایعمون. رژگونه مایعی که من میزنم یه همچین چیزیه، از این رژگونه کرمیاست. اینو من از یه برند بیشتر لباس و اینا داره، ولی مثلا لوازم آرایشی هم داره محدود، اند آدر استوریز، از اون خریدم بیشتر به خاطر رنگش، وگرنه چیز حالا خیلی خاصی هم نیست. من اینم باز میزنم کف دستم، چون که خیلی یهو اصلا نباید اینو مستقیم بزنید روی مثلا پوستتون، چون که هم پچی میشه، همین که چیز میشه، همین که یهو خیلی دیگه زیادی میشه. اینو به همین خورده همین میدیم که تو براشمون باشه و بعد خیلی تب تب سبک و همین بالا من اینو نگهش میدارم. میبینی دیگه نمیام اینجا مثلا بزنم، یه حالت ببین به سمت بالا میرم کلا اینو. یکم رو اینی من میام. خب اوکی، یکم کم رنگ تر از حالت عادی که من بلاش میزنم شد، ولی حالا بلاش پودری ها اینا هم میخواد بیاد روش دیگه، اوکی میشه. همونطور که دیدین اول من کانتور و بلاش رو انجام میدم، بعد میام کانسیلر رو روش. وقتی کانسیلر رو میزنی بعد اونا رو انجام میدی، انگار دوباره باید مثلا یه کانسیلری بزنی. خب من کانسیلری که برای من کانسیلر دارم تو دستم. خب کانسیلری که برای زیر چشمم استفاده میکنم اینه، پاتریس برندش، خیلی هم ارزون رو خریدم. سرم کانسیلره. کلا من خیلی زیر چشم و اینام یهو خشک میشه، برای همین ترجیحاً چیزایی که مثلا سرم و اینا داره تو اسمشون، اینجور چیزا رو من استفاده میکنم اکثرا. من این گوشه یه کوچولو خیلی کم میزنم اینجا و بعد این گوشه یه کوچولو اینجا میزنم، اینجا و اینجاها گاهی حس میکنم که تیره است، یه کوچولو اونجاها رو میزنم. اینجا رو هم اگه بالا میتونیم بزنیم میتونیم نزنیم دیگه، امروز من میزنم. خب اول همون براش همیشگی رو برمیدارم، جاهایی که غیر از زیر چشمتون رو همیشه بذارین یه ذره بمونه، کلا حس میکنم که بهتره، اثر کانسیلر یکم بهتر میشه. هیچ وقت هم از اینکه حالا از انگشتتون استفاده کنین غافل نشید. بعدش برای زیر چشم یکم حساس‌تره، ما میام یه دونه براش دیگه استفاده میکنم. این براش رو از کیکو من خریدم، شماره 58شه. اینم براش خیلی خوبیه، یه براش خیلی اینجوری ببین مثلا چیز سفته، این چیزاش موهاش یه حالت فشرده و سفتیه، یه همچین من حداقل با اینا راحتم برای فید کردن مثلا چیزای کرمی. اینم دوباره همونطور که گفتم تو جای خودش ولی یکم پایین تر. ببین مثلا اینجا الان ببین هدفش اینه که یکم تیرگی زیر چشم چیز کنه دیگه و کلا اصلا حالا باز میکنه چهره رو. به نظر من خودم حداقل به دلیل اینکه چهره رو باز میکنه چیز میزنم کانسیلر. من همیشه وقتی کانسیلر رو میزنم بعدش با انگشتام میرم یه بار
قشنگ اینو اینجوری ببین رو همون جای خودش فشار میدم. این احساس میکنم که قشنگ اینا رو میبره به خورد هم دیگه. من برم یه دستمال بیارم بیام دوباره. توی این مرحله من همیشه پودر چی میگن، پودر فیکس بهش اصطلاحا میگن یا پودر ستینگ پاودر بهش میگن. من والا حقیقتا من فرق اینا رو خیلی نمیدونم، ولی خلاصه اینو من استفاده میکنم. این یه مورد رو از شیگلم من خریدم، خیلی هم این ترند شده بود و منم خیلی حقیقتا ازش راضیم، یعنی واقعا خوبه، خیلی قشنگ، انگار که قشنگ یه فیلتر گذاشته. حالا الان بهتون نشون میدم. اسمش هم اینستاردی فیس اند آندر آی ستینگ پاودر دوه. کاری که میکنم، حالا بس ما میخوایم یه جاهایی از پوستمون رو ست کنیم. البته یه چیزی رو قبل اینکه این کار رو انجام بدیم، من یه اپسیلون چیز میزنم. حالا هم میتونین بیس سایه بزنین، هم میتونین کانسیلر بزنین پشت پلکتون که میخوایم روش سایه بزنین، برای اینکه یکم کلا اون رو یه دست بکنه با اینا. من امروز از کانسیلر استفاده میکنم، کانسیلری که برای زیر چشمم استفاده میکنم که یه کوچولو خشک‌تره. نمیخوایم که مثلا روغنی باشه کانسیلری که برای زیر رو پلکمون استفاده میکنیم، برعکس حالا زیر چشممون که شاید میخواستیم یکم مرطوب باشه، یکم مثلا نرم باشه تکسچرش و اینا. اینو حداقل من ترجیحم اینه که برای پشت چشمم از کانسیلری که خیلی روغنی نیست استفاده بکنم که دیگه قشنگ بمونه. میخوایم که سایه روش قشنگ بخوابه دیگه، نمیخوایم مثلا اینجوری کریس و اینا بره توی کریسمون و روغن و اینا تولید کنم. برای همین من از این استفاده میکنم. اینم دوباره یه برند خیلی اقتصادیه، اسنس. من از این دوتا کانسیلری که بهتون نشون دادم من راضی بودم. یه ذره میزنم پشت پلکم از این کانسیلر و بعد با یکی از این براش کوچولوهایی که داشتم اینو فیدش میکنم که قشنگ اینجا کم. خب نترسین اگر الان شبیه روح شدم یه مقدار. نه یه چیزایی میاد روش حل میشه. خب حالا میرم سراغ پودر فیکسم. ببین یه کوچولو من اینجا دارم از این پودر فیکس. من از این پاف بهش فکر میکنم میگن، از این کوچولو استفاده میکنم. اینم قبلا از کاتریس گرفتم، یه ذره کهنه شده ولی کار میکنه دیگه، حالا مهم نیست. ببین یه کوچولو میبینین چقدر برداشتم. من خیلی کم از این میزنم و بهتره اصلا کم بزنین. حتی همینم من توی دستم میگیرم اضافیاشو، بعد فقط میزنم زیر مثلا چشمم، جاهایی که میخوام فیکس بشه دیگه. ببین نمیزنم دیگه حالا کل پوستم. اصطلاحاً اون تیزون که میگن، من دقیقاً هر کسی فکر میکنم که حالا تا یه جایی مثلا متوجه شده باشین که کجا توی پوستتون، توی صورتتون مثلا آخر روز و اینا کجا قشنگ روغن میندازه، چربیش میاد بیرون. من برای من مثلا الان بینیم، روی بینیم، این بین دوتا ابروهام، بعد کوچولو دوباره هر بارم همین کارو میکنم روی چونم. دقیقا جاهایی که خیلی بیشتر از همه عرق میکنه میزنیم. حالا بقیه‌اش هم دیگه چیزی خیلی روش نمونده، ولی خب همینا خوب. خب بعدش یک کوچولو هم دیگه، اینو حتی خیلی کمتر، مثلا نباید اینو خیلی زیاد پشت پلکتون بزنین. کنم باید اینو اول یه ذره صافش میکردم دیگه، دیر شد ولی that's okay. کم از این میزنم توی این مرحله. من قبل اینکه برم تو مثلا سایه و اینا رو شروع کنم، من همیشه چیز میزنم،
فرموژه میزنم قبل این مرحله، چون مثلا وقتی سایه و اینا میزنم حس میکنم که دیگه ریسک این که این فرموژه بره توی اون سایه ها و اینا زیاد میشه. برای همین من همیشه قبل اینکه سایه رو شروع کنم فرموژه میزنم. فرموژه هم پیشنهاد میکنم حتما بزنید. من اینو از کیکو گرفتم، خودم اصلا نمیزدم، ولی الانا خیلی به نظرم تأثیر میذاره قشنگ. این موجه هایی که حالا منم خیلی کم پشت موجه ها کوتاهه، حالا همونا رو حداقل میده بالا دیگه، یکم قشنگ فرشون میکنه. اگه که حالا موجه لیفت شده و نمیدونم کاشت و اینا دارید که دیگه هیچ، خیلی دیگه نیازی به این قضیه نیستش. خب یکم انگار نور کم شد، من فکر کنم که بهتره که این چراغی که اینجا دارم رو روشن کنم، شاید یه چیز بهتری بده بهمون. نمیدونم بهتر بشه یا بدتر بشه. من امروز میخوام که همین اول اصلا بیس سایه که همیشه حالا انجام میدم و بهتون بگم، بعدش هم حالا دیگه ببینیم به کجا ما رو میبره دیگه. این سایه خیلی هدف خاصی براش ندارم، ولی خب اول از همه میخوایم که اون در واقع اون چی میگن کریس چشممون و استخون تو پلکمون و بالای چشممون یکم بیارمش بیرون که مشخص بشه. برای همین بهتره که یه دونه بهش فکر میکنم میگن ترانزیشن کالر، اونجا یه ترانزیشن کالری داشته باشیم که یکم این فرمی که حالا ما الان کانسیلر زدیم دیگه، این قشنگ الان انگار که سفید شد، میخوایم دوباره اون حجما رو بهش بدیم و اینا. من برای این کار از این یه پلت سایه از مورفی دارم. این خیلی پلت سایه خوبیه، یعنی واقعا من ازش واقعا خیلی راضیم. هم قیمتش خیلی مناسب بود به نسبت حالا خیلی از برندایی که یکم گرونترن و اینا. همین که رنگایی که داره واقعا رنگای کاربردیه، یعنی هر کسی اینا رو داشته باشه حالا دیگه حداقل به عنوان پلت اولیه‌ای که حالا توی چیزاتون میخواین داشته باشین استفاده کنین، این خیلی سایه مناسبیه. رنگایی که داره ببینید ایناست، ببینید همش رنگای خیلی ملیح و قهوه‌ای کرم، بعد یه سری شاینای خیلی خوشگل داره، خیلی شایناش خوشگله، نمیدونم حالا خوب دیده میشه یا نه. حالا من برای اون ترانزیشن شیدی که گفتم همیشه رنگ حالت ملیح مثلا صورتی هلویی قهوه‌ای طور خیلی کم رنگ. خب من از این رنگ استفاده میکنم. این براش هم که براش رو بهتون نشون دادم، این براش هم خیلی براش خوبیه. این براش هم برندش رو یادم نیست ولی یه چیز دو سره، ولی این یه براش سایه فلافی طور خیلی سایز مناسبیه. خب اینو همین شکلی زدم این تو، بعد میتکونمش، حتما میتکونمش و بعد شروع میکنم به زدن توی کریس چشمم. اوکی خب اینجاشو ببخشید که من باید تو آینه نگاه کنم. خب من ببین اینجا میزنم، نگاه کن من الان اینجوری که چشمو نگه میدارم باید یه جایی بزنم که من ببین از اینجا شروع میکنم. ببین میبینید کجا رو زدم. حالا اینو الان دیگه اینجا فیدش میکنم، خب که این بشه در واقع اون گودی که پشت پلک ما هست. خیلی اینجا ملی من بچه خیلی، یعنی خیلی که اصلا حرفه‌ای که این کارا رو نمی کنم، اصلا آموزش حرفه‌ای هم ندیدم، ولی خب اینو همینجوری تفریحی خودم خیلی دوست دارم.
آرایش کردنه و واقعا هم اخیراً اینا رو یاد گرفتم و حس کردم که روم جواب میده، وگرنه من هیچ وقت اصلا همیشه چشامم چون چیز بود، چشامم چون میگم خیلی اصلا سایه توش دیده نمیشه برای همین خیلی فکر میکردم که احتمالاً جواب نده هیچ سایه‌ای رو چشمم، ولی حداقل الان کاری که خودم حالا انجام میدم و یه ذره دستم اومده مدل چشمم و آرایشی که حالا به هم میاد و اینا یکم اوکی تر شدم، ولی واقعا نمیتونم بهتون حالا قشنگ آموزش بدم که اینو چی جوری بگیرید و چی کار کنید و اینا. حداقل این کاری که من خودم میکنم و امتحان کنید، شاید حالا به دردتون خورد. ولی همینجوری آدم خودش، یعنی برای من حداقل اینجوری شد که واقعا خودش یکم که برمیره و اینا، یکم که انجام میده دیگه، حداقل چشم خودش رو میتونه، یعنی دستش میاد که مثلا من کجا بزنم اینو که بهتر بشه، یا چه رنگایی بزنم، این چیزا دستش میاد. خب اوکی، این شد الان ترانزیشن کالرمون که فقط یه سایه ای در واقع انداخت. خب بعدش من میام چیکار میکنم، یه کم میخوایم الان اینجاهای چشممونو یه کوچولو تیره تر کنیم، یه کم میخوایم این فرم به سمت بالا رو بهش بدیم و اینا. دوباره تو همین پالته این رنگ، ببین این بود قبلی که استفاده کردم، الان میخوام اینو استفاده کنم، اینو یه کوچولو از اون پررنگ تر. دوباره ببین، ولی یه براش خیلی کوچیک برداشتم. خب اینو باید خیلی دقت کنیم. اینو میام دقیقا میذارم اینجا گوشه این پلکم، ببین میبینی یه جورایی اینو اومدم این رنگی که از تو پالت برداشتم و اومدم خوابوندمش اینجا و ببین خیلی آروم، یعنی اصلا نمیام یه حرکت خیلی تند و اینای انجام بدم، اینو همینجا خیلی آروم اول یه ذره پخشش میکنم. خب بعد میام همین ورش، حالا میخوام اینو فیدش کنیم. خب اینو میام همینجا خیلی آروم، دوباره اصلا این نباید محکم باشه دستتون. ببین آخر براش، من اینو خودم هم یاد گرفتم، آخر براش که میگیری این یه ذره کلا سبکتر میشه دیگه دستتون. ببین اینجا اولین گوشه، خب این رنگم واقعا خیلی حالا ملیحه، شاید حالا یه دونه تون تیره تر، ولی خب از روشن شروع کنه آدم خیلی بهتره. خب به خصوص وقتی که مثل من مبتدی هستی. خب دوباره ببین همون کار کردم، این چون الان خیلی خوب ملیحه، خب برای همین اصلا میبینی یهو گنده کاری نمیشه دیگه، خیلی آروم پیش میرم. خب دوباره حالا با این بر براش همینو میام روش یکم میزنم که دیگه این همینجا فید بشه. خب بریم حالا یه مرحله دوباره، حس میکنم این هنوز خیلی روشنه، یه مرحله دوباره بریم تیره ترش کنیم. این بار ببین دیگه یه کوچولو الان اینجا ریسکی میشه. خب یه فوت میکنیم اینجا، میام دوباره یه مرحله تیره تر. ببین برای همین میگم این پلت خیلی خوبه، چون قشنگ اصلا خودش دیگه داره میگه چیکار کن. خب دوباره ببین میتکونم با همون. خب حالا نگاه میکنم میذارمش همین گوشه، این دیگه قشنگ یه ذره تیره شد، میبینی اینجا رو دیگه نباید خرابکاری کنیم، چون که اگه خرابکاری کنیم کل قضیه خراب میشه. خب ببین اینو همینجا گذاشتم. خب من حالا کاری که میکنم میام دوباره برگردوندم براشم و اینو تو همین ببین کوچولو تو جای خودش فیدش میکنم.
اصلا نمیخواد دوباره خیلی کار عجیب غریبی بکنید. دیدید چی شد؟ یکم الان احتمالا دیگه باید بتونید ببینید که این ور تیره تر از این ور شد. یکم پیداش میکنیم. تو این مرحله الان یه ذره این ور براشم هنوز کم از اون که سال قبلی مونده. خب من برای اینکه یهو استرسی نشه قضیه و نیام بیهو یه رنگ خیلی پر رنگ چیز کنم، من از همین یه کوچولو بزنم ببینم. آها ببین، از همین یه کوچولو میزنم زیر چشمم. یکم داره میره اسموکی میشه. انتظار اسموکی رو نداشتیم ولی خب why not. دیگه هر کجا که این ما رو ببره ما میریم باهاش، برنامه خاصی نداریم که. یه کوچولو دوباره اینا ببین، یکم با این همش میبینی براش های خیلی کوچیک و ظریف دیگه اینجا باید استفاده کنیم. خب یکم من یه کوچولو خودم عادت ندارم که حالا زیر چشممو خیلی تیره کنم، ولی خب الان یکم تیره تر شد، بعدم انگار نشده. ولی خب این خارجی ها میگن تراست پروسس، حالا تراست پروسس کنیم دیگه تو این مرحله. اوکی، بعدش شروع میکنم به فید کردن با این ور براش. اوی 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 اوه 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 اوه، خرابکاری شد اینجا. خب ببینم این ور که نور افتاده رو ببینیم. خیلی هم بد نشده، حالا نمیدونم، البته نورم هم اینجا خیلی کمه، ولی حالا من کاری که میخوام بکنم شاید یکم اینو کم رنگ ترش کنم اینه که دوباره از همین این بردارم. شما اشتباه من نکنید. یعنی فکر میکنم علت اصلی این که این اتفاق افتاد این بود که این براش کثیف بود دیگه یه جورایی. فکر کنم اوکی باشه. خب بس ببینم. نور رو انگار بلاک کرده بودم براتون، نمیدونم. اوکی دیگه مووان میکنیم از این قضیه. خب امیدواریم که خوب باشه دیگه در نهایت. یکم دوباره حالا میرم زیر چشمم، بعدش یکم این زیر چشممو فید میکنم. چیزی که من فهمیدم اینه که هر چقدر حالا میخواین تیره کنین یا مثلا اسموکی بشه یا هر چی، همیشه باید سعی کنین که این قسمت زیر ابروتون رو ببین، این یه تیکه موازی، الان من اینجا رو خرابکاری نکنم خوبه، این یه تیکه که این یه تیکه رو خالی نگه داریم. خب حالا ما دوباره اونو باز حتی دوباره آخر کارمونم یه کوچولو سفید ترش هم میکنیم که برای اینکه چیز نشه. همونجا همون تیکه، همین که این جلوی چشم ببین اینا، این تیکه و این نقطه خیلی کمک میکنه که چشامون اینجوری یا خیلی مثلا خشن و نمیدونم اسموکی و اینا نشه. خب یعنی یه حالت اون سافت بودنه رو حفظ کنه. حالا ما میرسیم به اون تیکه. این قضیه بدون شاین نشدنیه. میخوایم یه شاین هم بذاریم. خب این وسط چشمون
توی این پالت هم خیلی رنگای خوشگلی هست که یه شاین خوشگلی بده به کار. خب ولی من یه پالت دیگه هم دارم در دستم امروز که این پالت آناستازیا بیورلی هیلزه. اینو خیلی دوستش دارم، یکی از پالت‌های مورد علاقمه و اولین پالتایی که خریدم. خیلی دوستش دارم و رنگاش هم اصلا محشره، یعنی واقعا من دوست دارم این رنگا رو، حداقل به خصوص برای فصل پاییز و اینا خیلی خوشگله. حالا ما زمستون داریم این میکاپ رو میکنیم ولی دوست داریم یکم گرما بدیم به پوستمون، خب به صورتمون. حالا من میام چیکار میکنم؟ اوکی ببین رنگایی که این داره بعد یه شاینایی داره که حالا یه بار براتون سر فرصت اینا رو سواچ میکنم اصطلاحاً، ولی یعنی اکلیلاش محشره. خب خیلی خوشگله. من رنگی که امروز نیفته. خب من رنگی که امروز میخوام الان یعنی چیز کردم که خوشم اومد که استفاده کنم این رنگ است. ببینیم که میتونیم اینو یه کوچولو بذاریم اونجا که شاید یه کوچولو تیره کنه چشممونو، ولی دیگه ایتس فاین دیگه، خوشمون میاد دیگه. من دوست دارم یه ذره چشم تیره بشه. یا میتونین با انگشتتون چیز کنین. ببین الان من بخوام با انگشتم اینو بهتون نشون بدم. انگشتمون این یعنی یه جوری نرمه این چیز، ببین میبینین یه جوری نرمه که اصلا یعنی نگم براتون. اینه. حالا چه جایی هم من زدم اینو نمیدونم دیده میشه یا نه. ببینید خیلی خوشگله. امیدوارم که ببینید خیلی چون خوشگله. خب اینا هم انگشتم. منتها من وقتی اینو با انگشت بردارید، یعنی وقتی میخواید که حسابی خودشو نشون بده، به نظرم یعنی انگشت بهترین روشه. ولی من الان میخوام یه تاچ خیلی ملیحی از این داشته باشم، یعنی نمیخوام دیگه حالا داریم میریم بیرون دیگه همینجوری معمولی نمیخوام خیلی دیگه این تو چش باشه با اینا. برای همین با یه براشی که یه ذره سرش میبینین تخته میام از این ور میدارم همین شکلی. ببین قشنگ اومد روش. خب یه میتکنم خیلی سبک، بعدش میزنمش مثلا ببینیم کجا بزنیم خوبه. اینجا مثلا نمیدونم میبینیدش یا نه. امیدوارم که ببینیدش چون که خیلی خوشگله. ببینیم خیلی نیومدم جلو اینو، میخواستم توی همین بخشای تیره باشم. ببین اینو همینجوری من الان اینجا اپلای کردم، ولی حالا ما یکم اینو باید تیزش کنیم، سر و ته اینو با هم دیگه یکم فیدش کنیم. خب فید کردنش هم نمیدونم، با همین براش از این براش کوچولو استفاده میکنم چون ببین میخوام همین یه کوچولو فقط گوشه هاشو فید کنم. فکر کنم خوبه. خب حالا یه کار دیگه هم که میکنیم، من همیشه دوست دارم که یه خط چشم با سایه خیلی ملیح بکشم. خب ملیح حالا نه الزاما خیلی ملیح ولی anyways یه چیز همین الان دلم خواست که از این استفاده کنم. ببین من الان یه لحظه دیگه خوشم اومد که از این بزنم. این یه رنگ قهوه‌ایه، میبینین اکلیلیه اینم یه جورایی ولی خیلی ریزه اکلیلاش. از این بزنم که حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه، رنگش رو دوست دارم. خب کاری که میکنم اینه که یه براش تخته چیز، این براش خیلی براش معمولی بوده ولی خب ببین یه چیزی که میخواین این شکلیه، این خیلی راحته. من اصلا واقعا خودم اصلا بدون این براشا خط چشم و اینا نمیتونم بکشم، بلد نیستم. این شکلی اینو آغشته کردم به این چیز.
یه تکون خیلی ریزی هم دادم. حالا ببینیم که این چطور در میاد. خب ببین پایین نگاه میکنیم. ببخشید میخوام یه جوری باشه که شما ببینینش. خب من همین یکی آینم که یه ذره بزرگتر بود و بردارم که ببینم خودم و قشنگ توش. خب این حالا اینجا، اینو من اکثرا به این سمت میگیرم، میذارم قشنگ روی اون چیزه بون موجم اصطلاحاً. بعد ببین بعد اینو یه دونه در امتداد چیزم خط موجه پایینم یه خط میکشم. ببین الان یه جوری اینو پیداش کردم. خب بعد میام اینو به این وصلش میکنم. این یکم همچین کمرنگتر از اون چیزی که من مورد انتظارم بود شد، ولی الان که دارم میبینم خوبه، چون که دیگه یه ذره زیادی میشد اگه خیلی هم پررنگ میشد. یه خط چشم این شکلی من کشیدم الان. حالا با این یکی چشممو ببین دوباره همین شکلی. اول من میذارم اینو اینجا، این خیلی ببین نزدیک پلکمه ها. امیدوارم که بتونید ببینید اینو. بعد من هیچ وقت هم تا جلو نمیرم، چون میگم همون هودد آیز دارم اصلا بهم نمیاد. خب بعد دوباره میام توی این مرحله یه دونه خط اینجا میندازم. ببینی خط رو. بعد این خط رو به این وصلش میکنم. این بچه واقعا راحت ترین مدل کشیدن چیزه، یه حالت خط چشمی که میخواین داشته باشین. بعد ببین همیشه اینجوری اینو ببین تهش رو نمیخون چجوری نگه داشتم. تهش اینجوری یه ذره بکشین که یه حالت تهش رو میخوایم تیز باشه دیگه، ولی حتی اگه اون نشدم چیز کنین. اوکیه. چرا؟ چون که ما چیزش میکنیم. میتونید با انگشتتون ببین همیشه اینو تهشو من ببین الان مثلا اینو میام یه کوچولو این تهش اصلا میکشی، میبینی قشنگ نازکتر میشه اون تیکه. دوباره این ورشم همین کار میام میکنم. بچه این وقت خیلی پرفکت بود. الان کاری که میکنم ریملی که من همیشه خیلی اینو همش میرم همینو میخرم، میبلینه لش سنسیشنال. اینو من میزنم. ببین سرش این مدلیه، خیلی چیزه، خیلی حجم دهنده نیست، ولی به نظر من خیلی خوب بلند میکنه و چیزم میکنه، میده قشنگ بالا، نگه میداره. یعنی میدونی من اکثرا وقتی مثلا بعضی ریملا سری میخوابه میاد پایین. خب من همیشه پایین رو نگاه میکنم برای ریمل زدن. این از این نمیدونم دیده میشه یا نه. نمیدونم مشخص میشه یا نه، ولی واقعا ریمل خیلی تاثیر میذاره. اصلا انگار که قضیه رو جمع میکنه. خب خوبه؟ به نظر خودم که خوب شد. خب مرحله بعدی یه نگاه بکنیم ببینیم چی مون دیگه. اوکی. خب حالا وقتشه که یه ذره چیزای پودری که زدیم تا ریملمون خوشه، پودری که زدیم و چیزای کرمی که زدیم و حالا پودریشو بزنیم. من میام الان یه دونه میخوام
رژگونه پودری بزنم از کیکو و رنگش هم این رنگیه. دوست دارم من اینو، یه پیچی اصطلاحا هم بهش میگن، هلویی طوره. یه براش این شکلی هم دارم دیگه، هر براش رژگونه‌ای که داشتید. خب من اینو میذارم توش، یه میتکنمش، بعد همون جاهایی که بلاش چیز زدم رو میزنم. من عشق چیزم دیگه، رژگونه. رژگونه هر چقدر زدین اوکیه. بعد این من یک کوچولو من رو بینی من میزنم، خوشم میاد اونجا ذره قرمز میشه. تو این فاصله هنوز احساس میکنم که بینیمون خشک نشده. میرم رو لب روژمون رو میزنیم. خب روژو امروز میخوام یه حرکت خوبی باحال بزنم که همچین داره مجلسی میشه میکاپمون، ولی اوکیه دیگه خوشگل کنیم بریم دیگه. خب این مداد لب مکو اخیراً خریدم و خیلی خوبه، منتها یه ذره پررنگه، رنگش یکم پررنگه، رنگ پلامه. حالا کاری که میکنم من اینو یه کوچولو چیزش میکنم، بدون براش برمیدارم، یه براش سرتخت دارم، اینو همین برای روژ و اینا استفاده میکنم. اینو میام محوش میکنم اینجا. بعد حالا میام یه دونه چیز دارم، یه دونه روژ مک دارم، اینه. آره ببین این رنگیه. خب این خیلی نوده، یعنی من اینو اصلا خودشو تنها خیلی احساس میکنم به هم نمیاد، با اینکه رنگ خیلی معروفیه، این چیز کایندا سکسیه، مکه، روژ لب مک کایندا سکسی مته دیگه، در واقع روژ لب ماته، ولی من اینو خودشو به تنهایی اصلا خوشم نمیاد رو لبم، برای همین برای این کار خیلی خوبه، چون میخوام که یکم این وسطشو روشن‌تر کنیم که یکم کلا این تیرگی رو بگیره از روژمون دیگه. هوپفولی خب یک کوچولو درستش میکنیم دوباره با همین. وقتی که خط چشم کشیدنیم بیرون و یه حالت، حالا به هر حال اسموکیه دیگه، یه جوری میکاپمون، میخواین که قشنگ این بالای چشمتون، بالای پلکتون تیره بشه، حتما باید مداد بکشین داخل چشمتون. خب من یه مداد کوچولو الان حالا داشتم بدونم جدید، ولی خب اینو الان پیداش کردم، مداد مشکیه، ترجیحاً ضد آب باشه خوبه. حالا اینو من اصلا نمیدونم که الان ضد آبه یا نه، ولی اوکیه دیگه. هر مدلی که خودتون میتونین داخل چشمتون بکشین. خیلی تاثیر میذاره ها، حداقل رو چهره من. خب اوکی خوبه. خب
کار دوباره نهایی کارهای نهاییمون تموم نمیشه. یه کاری که بکنیم ببین باعث میشه که یه کوچولو این قضیه که اینجا هست اسموکی بودن چشم و اینا یکم کمتر بشه. جست میکنم که خب یه براش خیلی کوچیک خب برمیداریم واسه ببینم براش کوچیک میتونم پیدا کنم. نمیدونم که بتونم پیدا کنم براش کوچیک. حالا اوکیه فکر کنم دیگه یه چیز این مدلی هم باشه اوکیه. خب میایم از این ببین یه رنگ اینجا یه ذره روشن داریم. خب اینو فقط باید سعی کنیم که خیلی چیز نکنیم. میزنیم اینجا ببین یکم اینجا میزنیم و بعدش داخل چشممون هم حالا میخوام بزنیم. خب بعد این رو کلا یکم باعث میشه که این تمیزتر به چشم بیاد چیزاتون. بعد ببین اینجا چشممونو ولی فیدش کنین ها قشنگ. این همین الان فرق این دوتا نمیدونم حالا دیده میشه یا نه. به نظر خود من که خیلی چیز میکنه اصلا قشنگ انگار که باز میکنه چشمو. میدونی ببین اول همینجا میذارم بعد به سمت بالا فیدش میکنم. یه برق لبی این الان این دیوره لیپ مکسیمایزر دیوره که خوشگلم هست خوشم میاد. آخرش هم هست ولی الان اون یکیم که دم دست نیستش دیگه اصلا. این یه به هم پیوستگی هم چیز میکنه روی لب. اوکی آره فکر میکنم که کار میکاپمون اینجا تموم شد. بچه ها من اومدم رفتم موهامم دیگه این وری شونه کردم. شونه که نه همینجوری فقط دادمش این وری دیگه. یه ذره وزوزیه ولی اوکیه پرحجمه خوشم میاد دیگه. آماده شدیم دیگه بریم بزنیم بیرون از این هوای برفی استفاده کنیم و اگه پیشنهادی داشتین نظری داشتین دیگه بهم بگین تو کامنت ها. میبینمتون تا ویدیو بعدی. خداحافظ.